پاییز پارسال نادر حدود 15 میلیون نفر از سراسر جهان از جمله ایران برای این قرعه کشی گرین کارت یا کارت سبزی که اجازه مهاجرت قانونی به آمریکا میده ثبت نام کردن. معمولا اتفاقی که میفته اینه که بعد از قرعه کشی اولیه حدود 90,000 نفر انتخاب میشن به عنوان برنده، اسامیشون اعلام میشه، بعد این عده میرن مصاحبه میکنن، آزمایش‌های پزشکی میکنن و نهایتا 50,000 نفر برنده اصلی این کارت های سبز یا گرین کارت ها و نهایتا مهاجرت به آمریکا میشن. منتها دیروز بعد از ظهر به وقت آمریکا وزارت خارجه رسما عذرخواهی کرده از برنده ها و اعلام کرده که به خاطر یک کد اشتباه کامپیوتری مجبور شده که نتایج این قرعه کشی امسال رو لغو کنه و باطل اعلام کنه و در نهایت تمام برنده ها دوباره بازندن و همه به شرایط اول برمیگردن و دوباره باید همه چیز از اول شروع بشه. و میشه تجسم کرد که چقدر برنده ها الان چه حال و روزی دارن، چون چه آرزوهایی داشتن و چه برنامه‌ریزی‌هایی کرده بودن، حالا تکلیفشون چی میشه؟ اونجوری که وزارت خارجه اعلام کرده یک قرعه کشی مجدد بین همون نزدیک 15 میلیون نفر دوباره انجام میشه. هیچ لازم نیست که دوباره فرمی پر کنن، ثبت نام کنن یا کار دیگه انجام بدن. دوباره یک قرعه کشی انجام میشه. فرم های جدید، اسامی جدید پذیرفته نمیشه برای این قرعه کشی، فقط برای اون کسایی که پاییز پارسال ثبت نام کردن و دوباره اون 90,000 نفر انتخاب میشن. در واقع اون کسایی که دور قبل هم برنده نشدن و بازنده بودن میتونن امید داشته باشن که شاید این دفعه شانسشون بگه و گرین کارت رو برنده. پس هیچ امتیازی قائل نشدن بر اونهایی که اسمشون در اومده؟ نه، هیچ امتیاز قائل نشدن، چون اتفاقی که افتاده اونجور که وزارت خارجه میگه این کد اشتباه باعث شده که برنده ها به صورت غیر منصفانه انتخاب بشن. به چه معنی؟ به این معنی که فقط اسامی برنده از بین کسانی که در 2 روز اول ثبت نام کردن انتخاب شده و یک دوره 1 ماهه هست که مردم ثبت نام میکنن. کسانی که 28 روز آیندهش ثبت نام کردن، 28 روز آخر ثبت نام کردن، اصلا اسمشون در نظر گرفته نشده. بنابراین وزارت خارجه گفته که این منصفانه نبوده و ما باید از اول قرعه کشی کنیم. مهنوش پورزیایی بود در واشنگتن.